feminist Kurda, Kurdistaniye, İran cihan buya Kurdistan. Vafas, ben Rojava Kürtsenin, ben Rojava'nın cihanı bıraktım. İran bedeli Rojava'ya, İran bedeli Kobani'ye, hem dengi Rojava, dengi Rojlar, dengi Başur, dengi Vakul, ve hem bu cihanı bıraktım. Hem bilişin, bizim ortalarına Rojava. Emir Rojava nedir? Şiber kur Rojava tena şehide. Em Rojava nedir? Nadir. Em sarıkın valla ikana kudübüşün. Em şimirine basıntın. Em şimirine basıntın. Mahmudistan tu. Sırıda ve evadibişin. Kesme bir kurt dimirin. Kesme bir kurt dimirin. Kurt jindirin. Jindirin katmak gibi ala kurban. Jimer ve emibişin. Bişi Kurt, bişi Kurdistan. Biricik Kurdistan! Biricik Kurdistan! Biricik Kurdistan! Biricik Kurdistan! Biricik Kurdistan! Biricik Kurdistan! Mesut dayavam zaruken kuyirum. Binaf sermayi dışyana hoştattane. Mesut dayavam dayıken Filistin'e çaba binerim. Mesut dayavam kezizlere. O bilisere. Mesut dayalı evvelen hukuku. Binafi bir fidaya sakamadan berhadinin. Yani emmi bihebe. Jiyanete azat. Afirin ülmüşler bikin. Yani emmi servitemin. Yani emmi servitemin. Yani azabi. Yani azabi. Ey Kurdin Kurda! Ey geçen Kurda! Emeğiyorum! Lakin kullu Kobani'ye ne çekin? Millete azadiye şahsi kona çekin. Şoraşa Kobani, şoraşa yekitiya, şoraş gelin cihani bu. Ne şoraşa cihani pekali. Jibariye bir hayfe duhasın jibabistinin. Meyli bil milihef, hemu şoraşker, hemu azadi khas, hemu demokratın cihani. Cihani, li faşistan, li düşmini miravan taktikin. Serbi kelmin, jiber koyan barışı terketine. Jiber koyan büyüşün, bişi ve kodana Rojava, jil, jiyan, azadi. Laure Savarno, az despike da dibin bada albe hava sar usa sara usa tava atına. Az ezu havayı dinam ve dafiyaniye. Daha dafiyaniye sarname peşa ke bayaniye hizbe Hayat Azad Kurdistan şimdi peşaken Farsça bildiri بیانیه مجلس پژاک تأسیس جمهوری کردستان در دوم بهمن سال 1324 هجری شمسی یک نقطه عطف تاریخی در مبارزات خلق کرد جهت حصول به آزادی بود. 11مین سالگرد تأسیس خودمدیریتی دموکراتیک کانتون جزیر در روزنامه کردستان نیز مصادف با سالگرد تأسیس جمهوری کردستان است. یاد 80مین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان که میراثی درخشان در تاریخ است و سالروز تأسیس خودمدیریتی دموکراتیک جزیر در روزنامه کردستان به خلق ما و تمامی مبارزان راه آزادی خلق کرد و تمامی خلقهای تحت ستم را گرامی می‌داریم. در حالی 80مین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان و 11مین سالگرد تأسیس کانتون جزیر را گرامی می‌داریم که
روجاوای کردستان با گسترده‌ترین حملات نیروهای اشغالگر سوریه و قدرت‌های حامی آنها از جمله ترکیه روبرو هستیم. دشمنان اشغالگر و فاشیست و ارتجاعی می‌کوشند در توانی با هژمونی جهانی و دول کنفدراتور منطقه‌ای بار دیگر اجازه ندهند خلقمان با هویت آزاد خویش دست یابد. آنها با برافروختن آتش جنگ علیه روجاوای کردستان به خلق ما این پیام را می‌دهند که همان کاری را با شما می‌کنیم که در جریان جمهوری کردستان کردیم. شکی نیست که حملات کنونی به روجاوا گذشته از اینکه نابودی آن بخش از کردستان را هدف قرار داده، مرحله دیگر از همان توطئه بین‌المللی است که در سال 1999 علیه رهبر آخو و خلق کرد انجام گرفت. دشمن می‌کوشد در تباهی نظم نوین خاورمیانه و جهان برای ده سال دیگر خلق ما را از آزادی محروم سازد. آنها حتی استاتوی روجاوای کردستان را قبول ندارند و این دشمنی با تمامی خلق کرد و اساساً یک روند جدید از پاکسازی و نسل‌کشی است. روشن است که خاورمیانه در شرف غرق شدن در یک تاریکی گسترده دیگر است. این دوره با سربرآوردن مجدد نیروهای داعشی و فعالتر شدن دوران فاشیسم که سوی مرحله خطرناک گام برمی‌دارد. قدرت‌های هژمونیک جهانی در این میان صرفاً به منافع خویش می‌اندیشند و هر جنبش آزادیخواهی را در راستای منافع پلیدشان از سر راه برمی‌دارند. با این اوصاف تنها راه خلق‌های تحت ستم خاورمیانه مبارزات گسترده و بی‌نظیر و در عین اتحاد و همبستگی است. راهی جز محکوم شدن به مبارزه برای آزادی باقی نمانده است. خلق کرد در حساس‌ترین نقطه عطف تاریخی قرار دارد. این برهه زمانی که با یاد جمهوری کردستان میتوان از ستم‌های ده‌ها ساله دیگر جلوگیری کرد و این بار با عزم راسخ خویش اتحاد ملی دموکراتیک کردها را تحقق بخشد تا از وضعیت فلاکتباری که دشمنان منطقه‌ای و جهانی در صدد گرفتار نمودن خلق من در آن هستند نجات یابیم. باور خلق من به این راه آزادی خواهی و مبارزه طلبی با اتکا بر اراده پولادین کاملا و قویا شدنی است. تاریخ اثبات نموده کردها جز اتحاد و مبارزه راه دیگری ندارد. اتحاد خلق من در هر چهارپارچه کردستان میتواند نیرومندانه حملات دشمن را دفع نماید و تمامی نقشه‌های شومشان را نقش برآب کند. پس وظیفه تاریخی من است که از روجاوا تا شرق و از شمال تا جنوب کردستان آرزوهای خلق من را در هر چهارپارچه کردستان را با اتحاد تحقق بخشیم. به خلق غیور و مبارز من نیز اعلام می‌کنیم که آنها توانایی انجام بزرگترین مبارزات را دارند. لذا لازم است با یاد و گرامی داشت شرافتمندانه جمهوری کردستان امروز با همت و غیرت بی‌مثال خویش چنان صفوف اتحاد را قدرتمند نماید که تمامی دشمنان را از کرده‌های فاشیستی خویش پشیمان سازد. خلق ستمدیده دیروز کرد امروز در سایه مبارزاتش به سطحی رسیده که صلحجو، دموکراسی خواه و آزادی خواه است و میتواند در امر تغییر تاریخی خاورمیانه نوین بزرگترین نقش را ایفا کند. لذا لازم است با یاد جمهوری کردستان از جنگ افروزی که روند صلح و جامعه دموکراتیک در شمال کردستان و استاتوی آزاد روجاوای کردستان را مورد هدف قرار داده جلوگیری نماید. از تمامی آحاد خلق من در هر چهارپارچه کردستان و نیروها و احزاب دعوت به عمل بیاورید که در این برهه سرنوشت‌ساز به اتحاد بیاندیشند و اتحاد ملی را همگام هستند. حمله به روجاوای کردستان همان آرزوی دشمنان برای بردار دادن آرمان‌های بشری جمهوری کردستان است. خلق من با اکسیون‌هایی که برای دفاع از روجاوای کردستان شروع نموده می‌تواند خورشید آزادی را در شرق کردستان در روکلات کردستان برای همیشه طلوع بخشد و به آزادی که لایق آن است دست یابد. مجلس حیات آزاد کردستان پژاک پارتا جامع آزاد کردستان پژاک 22 ژانویه 2026 برابر با 2 بهمن 1404 روجاوا روشناغ کردستان یک ملاقه
zulassen. حواله من دست نمیکن. آبرگم دستی که برای حواله خود و حواله اسلام برای هر پاش بتن حواله جن پشید بیننش. کلام خاله اگر برای کن هر پاش بتن حواله جن پشید بینن. حواله گرگون نشین پاش اگر دست نمیکن. هر پاش. So, wir gehen jetzt los. Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger, wir sind heute auf der Straße für Demokratie in Syrien und Iran. Seit dem 6. Januar werden die kurdischen Gebiete im Norden von Syrien durch die Übergangsregierung, die Armee der sogenannten Übergangsregierung von den HTS angegriffen. Viele Gebiete wurden jetzt schon besetzt durch die Dschihadisten, vor allem die Stadt Kobani, die schon 2014 durch die YPG und YPG vom Islamischen Staat befreit wurden, ist erneut von Dschihadisten eingekreist. 150.000 Menschen sind dort, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Heizung und umstellt von dschihadistischen Truppen, die sie ermorden wollen, vertreiben wollen. Wir sind auf der Straße, weil wir das niemals hinnehmen werden. Die Kurdinnen und Kurden haben in den letzten 10 Jahren eine demokratische Region aufgebaut, selbstverwaltet, basisdemokratisch, Frauenbefreiung. Wir wollen nicht zulassen, dass man jetzt wieder zurückfällt in Zeiten vor 2011, wo es überhaupt keine Freiheit und keine Gerechtigkeit für die Kurdinnen und Kurden gegeben hat. Liebe Hamburgerinnen, schließen Sie sich uns an. Kommen Sie mit uns auf die Straße. Schön, Shiam, Azadi! Niçin? Gelir mi?